به نام او. هیچ کس یادش نمیاد دقیقاً کی آرامشش رو از دست داده، چون بعضی فقدانها انقدر آروم اتفاق میافتن که بیشتر شبیه زندگی به نظر میان. من فکر میکنم هنرمند بودن بیشتر از این که یه توانایی باشه یه جور گرفتاریه. آدم بعضی چیزا رو میبینه که دیگه نمیتونه راحت از کنارشون رد بشه. بعضی صداها، بعضی نگاهها، بعضی سکوتها و حتی بعضی حرفها میان و یه جایی تو دل آدم میمونن. نه مثل خاطره، چون خاطره ها کم 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 رنگ میشن، اما اینا نه. آروم آروم میرن زیر پوست آدم و همونجا زندگی میکنن، مثل نم روی دیوار. اولش فقط در حد یه لکه است، اما یه روز به خودت میای میبینی نصف دیوار رو گرفته و بوش توی کل خونه پیچیده. این سالها بیشتر از این که زندگی کرده باشم شاهد بودم، شاهد عوض شدن آدما. نه از اون تغییرای یهویی که همه میبیننش، از اون تغییرای آروم و بی صدایی که خودشون رو توی نگاه آدما، خنده هاشون یا یه مکث کوتاه وسط جمله نشون میدن. انگار زندگی سالهاست داره یه چیزی رو ذره ذره ازمون کم میکنه و عجیب اینجاست که هیچ کس نمیدونه دقیقاً چی رو. یه روز به خودت نگاه میکنی و میبینی مدت‌ها سبک نبودی. شاید تمام گرفتاری ما همین باشه، اینکه انقدر دووم آوردیم که به وزن اندوه عادت کردیم. بعضی وقتا یهویی یادت میفته یه زمانی بوده که ذهنت این همه شلوغ نبوده. آینده انقدر دور و مه‌آلود به نظر نمی رسیده و بیدار شدن فقط بیدار شدن بوده، نه شروع یه دور تازه‌ای از فکر کردن. عجیبتر این که هیچ کدوم از اینا توی یه روز اتفاق نمی افتن. بعضی فقدانها تاریخ ندارن. کسی خبرت نمیکنه که امروز آخرین روزیه که احساس سبکی میکنی یا اینکه از فردا قرار سنگین تر زندگی کنی. فقط سالها بعد یه جایی میفهمی مدت هاست به سوی چیزی نشستی که هیچ وقت براش عزاداری نکردی. شاید آرامش، شاید یه زندگی که مدام برای رسیدن بهش ندویده باشی، شاید حتی اون آدمی که قرار بوده باشی. با این حال زندگی هیچ وقت نمیسته. همون لحظه که یه نفر دیگه توان فکر کردن نداره، یه نفر دیگه برای قرار اولش آماده میشه. یکی به سقف خیره مونده، یکی دیگه داره برای آیندهش برنامه میریزه. زندگی بدون این که از حال هیچ کدوممون خبر داشته باشه ادامه پیدا میکنه. شاید برای همینه که حس میکنم هممون یکم شبیه هم شدیم. هممون یه چیزی رو با خودمون حمل میکنیم که نمیتونیم درست توضیحش بدیم. یه چیزی بین خستگی و دلتنگی، بین ترس و امید، بین اون چیزی که از دست رفته و اون چیزی که هنوز باقی مونده. بعضی وقتا وسط خوندن یه آواز حس میکنم صدا دیگه از گلوی من بیرون نمیاد. انگار از یه جای دورتری میاد، از یه جایی که سالها حرفهای نگفته جمع شدن، از یه جایی که اندوه آدمهای زیادی روی هم تلمبار شده. شاید برای همین وقتی به آدما نگاه میکنم کمتر به موفقیت‌ها و پیروزی‌هاشون فکر میکنم. بیشتر به چیزایی فکر میکنم که از سر گذروندن، به جنگ‌های بی صدایی که هیچ کس ازشون خبر نداشته و به شبایی که هیچ کس ندیده. راستش دیگه فکر نمی‌کنم زیباترین بخش یه آدم قوی بودنش باشه. به نظر من زیباترین بخش همون جاییه که آسیب دیده، همون جایی که ترسیده، شکسته، خسته شده و با این حال هنوز یه چیزی رو دوست داره. هنوز دلش برای کسی میلرزه و هنوز از کنار غم یه آدم دیگه بی تفاوت رد نمیشه. شاید ما هیچ وقت اون آدمایی نباشیم که دنیا دربارشون کتاب مینویسه. شاید چیزی رو نجات نداده باشیم و حتی خیلی وقتا نتونسته باشیم خودمون رو نجات بدیم. اما وقتی برمیگردم و نگاه میکنم میبینم اینم چیز کمی نیست. اینکه آدم سالها با یه رنجی زندگی کنه که حتی اسمش رو هم نمیدونه و با این حال هنوز بتونه دوست داشته باشه، خلق کنه
برای بهتر شدن یه چیزی وقت بذاره و دلش برای یه آدم دیگه بلرزه. شاید زندگی بیشتر از این چیزی ازمون نخواسته. شاید اصلا قرار نبوده جهان رو نجات بدیم. فقط قرار بوده نذاریم یه چیزی درونمون کاملا خاموش بشه. و حالا که نگاه میکنم فکر میکنم جهان با همین آدما سر پا مونده. با همین آدمای خسته‌ای که گاهی ترسیدن، گاهی بریدن و گاهی نمیدونستن فردا چی میشه، اما بازم برای همدیگه چای ریختن، به حرف هم گوش دادن، برای هم موزیک فرستادن و نذاشتن تاریکی تمام ماجرا باشه. شاید اگر چیزی توی این سالها واقعاً ارزش دیده شدن داشته، نه قوی بودن ما بوده، نه شکست خوردنمون. فقط این بوده که با وجود تمام شب‌های بی‌پاسخ و همه صبح‌های خسته‌ای که داشتیم، هنوز تونستیم برای هم یکم نور باشیم و خاموش نشیم.